بارندگی های اخیر در ولایت غزنی در کنار افزایش منابع آبی، تلفات جانی و خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است. عزت الله سعیدی سخنگوی والی غزنی می افزاید که در نتیجه بارندگی های چند روز گذشته 5 کودک جان خود را از دست داده و 13 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی، سیلاب ها در این ولایت در کنار تخریب پروژه های عامل منفعه 13 خانه را به گونه نسبی و کامل تخریب کرده است. در اثر باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در ولایت غزنی متاسفانه 5 طفل بر اساس بی‌احتیاطی خانواده‌هایشان به شهادت رسیدند و حدود 13 تن زخمی شده است. در سرتاسر ولایت غزنی متاسفانه 13 خانه به طور کامل و نسبی تخریب گردیده و همچنین 2 بند به طور نسبی تخریب گردیده و 2 پل عامل منفعه در ولسوالی گیلان متاسفانه به طور کامل تخریب گردیده. باشندگان این ولایت از حکومت و نهادها خواستار کمک‌های اساسی در بخش مسئولیت از خطرات طبیعی هستند. دا اوس روغتونو کې بارانونو کې د بعضې ساحو کې ډېرې اوبه راغلي دي چې هغه یو د سورکي سای ده په هغه کې ډېرې اوبه راغلي ده. د 2 ورځې مخې ته یو موټر هم لاروی واوښته. تاسې ټولو ته معلومات شته. نو په دغو ټولو ساحو کې اوبه راځي ډېرې، خو الحمدلله ډېر تاوان یې چاته نه ده رسولی. بعضی دغه د فصلو بعضی تاوانونه رسولی د نور شی نسته. در جاهایی که عبور و مرور مردم زیاد هست و برای اونجا پول و پولچک در نظر گرفته شود و همینطور برای افرادها و شهروندان ایمنی لازمه که گفتم توصیه بکنه و به خاطر از او باید پول و پولچک برای جاهایی که ساحات خطرناک هست در اونجا در نظر گرفته باشد تا مردم خساره‌مند نشود. در سالهای اخیر توجه به مدیریت منابع آبی و کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان افزایش یافته است. آگاهان امور تاکید می‌کنند که توسعه برنامه‌های پیشگیرانه، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی از عوامل کلیدی در کاهش تلفات و خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی به شمار می‌رود.